اول آرد رو میریزیم، آرد گندم باید باشه، بعد زردچوبه خوب مخلوط میکنیم. بعضیا میان فقط زردچوبه رو به ماهی میزنن و این طعم ماهی رو از بین میبره. حتما توی جنوب به این صورت انجام میشه، آرد و زردچوبه. آردم آرد گندم باید باشه، آرد سفید یا هر آرد دیگه نه. حالا ماهی ها رو میغلطونیم توی آرد و تکون میدیم تا آردهای اضافیش ریخته بشه و میذاریم کنار. به این صورت با آرد گندم و زردچوبه که قاطی باشه